اینجا بروکسل، اون ور تهران، بریم ببینیم که اینجا یا اونجا چه گوی بالا آوردن. جمهوری اسلامی امروز اومده اعلام کرده که یه منبع جدید گاز پیدا کرده که تا 15 سال جواب میده، اما با توجه به تحریم ها و وضعیت بعد جنگ فعلا در حد بیلاخ و یه تبلیغه. از اون برم اومده 45 تا کشتی رو تو لیست تحریم گذاشته، گفته هر کشتی دیگه ای هم که با این کشتی بدبستون داشته باشه، یعنی مثلا کشتی به کشتی جنس جابجا کنن، اونا رو هم به لیست تحریم ها اضافه میکنیم. نتیجه که این که تنگه هرمز جورایی قفل شده. گوهی که این ور بالا میاره چیه؟ اینه که خب اینجا یه شهری بود به نام زبروگه، ترمینال زبروگه از قطر گاز وارد میکرد. با آسیبی که قطر دیده الان میزان واردات گاز کم شده، نتیجه از نروژ و امریکا دارن گاز وارد میکنن، اما این گازی که وارد میکنن فقط مصرف گرمایشی نداره، اونو تبدیل به برق هم میکنن. یعنی اینی که هم قیمت برقمون رفته بالا، هم قیمت گازمون امسال میره بالا زمستون. خلاصه که ما حاضریم امسال زمستون هم توی خونه مثلا 2 تا 3 تا لباس بپوشیم، هم اینه که مثلا شب بخوایم 2 تا 3 تا پتو بندازیم روی خودمون، ولی شما مردم ایران از دست این آخوندا راحت بشین.